برابر سلام، در استارباکس هستم. یه چیز جالب دیدم، قیمت ها رو میخوام بهتون نشون بدم. توی استارباکس ها میدونید که لیوان و اینجور چیزا داره، لیوان و فلان. یک چیزی داره، خب چیز جالبیه، شیشه ای هم هست، ولی قیمت های خیلی عجیب غریبی. 35 یورو. حالا این با 35 یورو باز شیشه ای یه چیزیه. ماگ بهتون نشون بدم که استارباکس چه میکنه. آخه این ببینید یه ماگ گلیه، 14 یورو پولشه. یعنی این تو چین 5 سنت هم براش در نیومده. خیلی اینو تیکه پلاستیک فروشی ها بدون آرمش هست، داره 20 یورو مردم رو با این میسوزه. یا این مثلا 25 یورو. حالا باز این فلزیه، خلاصه جوکیه واسه خودش. این ساختن برند و مردم رو یه جورایی متقاعد کردن برای پول در آوردن. خب منم تو این فرصت یه تشت پر قهوه گرفتم که بشینم از این منظره استفاده کنم. یه ساعت اینجا منظره‌ای که مشاهده میکنید خیابون ماریا هیلف شتاسه ین هستش. دوست دارم اینجا رو، این کافرم دوست دارم، خاطر جاش بیشتر. درسته حالا ماگاشو گرون میفروشه ولی جاش خیلی با صفا و خوبه. خیلی هم میام برای درس خوندن و فلان. خب